Rahmonov! 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 محبوسان سیاسی و خبرنگاران و تشکیلات های غیر دولتی و مردم تاجیکستان سفارت تاجیکستان این مال تاجیکستان است. این خانه زیبا و قشنگ، این خانه تمام مردم تاجیکستان است. ما خواهش میکنیم که سفیر تاجیکستان ملکشاه نعمتوف اگر مرد باشد بیاید و درد دل مردم را گوش کند. آقای سفیر و کارمندان سفارت مثل موش مرده پنهان نشوید، از مردم خودتان نهراسید. این برادرانی که در اینجا استادند آدم کش نیستند، مثل شما اوباش نیستند، کیلر نیستند. اینجا نمایندگان تمام تاجیکستان از ختلان و بدخشان، از حصار و زرافشان، از رشت و حصار و تمام گوشه های تاجیکستان جمع آمدند. ما نمایندگان تاجیکستان هستیم. رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناپس، جای تو کنج محبس، رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناپس، جای تو کنج محبس. اکنون نوبت سخن را به برادر عزیزم و رهبری نظم گروه 24 شرافالدین گدایش میدهم. من تصور میکنم که در صف ما باز یک نفر ایستاده است، باز یک نفر مبارز، باز یک نفر وطندار و وطن پرور و این عمروی قوتوف است. یاد عمروی، کار عمروی، مبارزه عمروی همیشه در دل ماست و ما حتما انشاءالله با سری بلند با وطن برمیگردیم و عمرعلی و روح عمرعلی همراه ما خواهد بود. این رژیم بدبخت، این رژیم کثیف رحم نکرد، نه تنها عمرعلی را کشت بلکه میخواست 5 کودک، 5 طفل بیگناه او را همراه عائله‌اش نیست نابود کند. مرگ به ظالمان، مرگ به ظالمان، مرگ به امام علی رحمان. تشکر جان دوستان عزیز. واقعا هم امروز برای مردم تاجیکستان بسیار روزی دردناک و روزی سنگین است، چون که ما در دولت‌های خارج بیرون از تاجیکستان به آزادی و ارزش‌های دموکراتی رسیده ایم، ولی متاسفانه امروز در وطن خود، در کشور خود نمیتوانیم به عادی‌ترین آزادی‌ها و عادی‌ترین گردهمایی‌ها دست بزنیم. البته برای همه ما و شما معلوم است که حکومت رحمانوف یک حکومت واقعا تروریست و واقعا اکستریمیست است. واقعا در طول 24 سال با یک مدل افراطگرایی دنیوی امروز در سر قدرت حکومت میکنند و افراطگری ها هم چند نمود میشوند و این افراطگرایی که امروز و اکستریمیستی که امروز امام علی رحمانوف دارد این افراطگرایی دنیوی است و با مدل نوش ما امروز از تمام جامعه جهانی دعوت میکنیم که در مقابل افراطگرایی دنیوی و در مقابل حکومت اکستریمیست و تروریست امام علی رحمانوف در برای مردم مظلوم تاجیکستان ایستاده با مردم تاجیکستان را از این بدبختی که امروز به سرشان آمده بیرون بیاورند. رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناقص، جایی تو کنج محبس، رحمانوف تو نامرد، رحمانوف تو ناقص، جایی تو کنج محبس، رحمانوف تو نامرد.
است زبان افتناک است جای تو کنجی محبس جای تو کنجی محبس